川徹子です。よろしくお願いします。いつも窓から外を見てる引きこもりの子。荒い花。ここ花屋敷って呼ばれてるの。あなたは結界を破ってしまったの。結界？殺されたのはユダ。殺したのもユダ。荒い花。彼女こそはたった一人の生き証人。ببین پس این یودا چیه؟ قشنگ بگو. نمیدونم. چی؟ نمیدونم. منم یکی از قربانیای یودا مثل خودت. اصلا نمیدونم یودا و 4 همسر دیگه‌اش کی هستن. در واقع کلاس نهمیای پارسال بودن که این قضیه رو شروع کردن. احتمالاً یه شایعه باشه، شاید هم نباشه. شاید هم یه اتفاقی افتاده که این داستان رو به وجود اومده. مهم اینه که همه اینا در لایه‌ای از ابهامه.